این جزیره به عنوان خطرناکترین جزیره دنیا شناخته شده. اما چرا؟ جزیره مارها یکی از جزایر معروف برزیل که به خاطر جمعیت زیاد مارهای سمی شناخته میشه که توی اقیانوس اطلس قرار داره. مساحت این جزیره حدود 43 هکتار، یعنی کمتر از 1 کیلومتره. فاصله این جزیره تا برزیل حدود 32 کیلومتره و به همین دلیل دسترسی به اون کمی دشواره و این یکی از دلایل حفظ حیات وحش اون منطقه است. این جزیره به خاطر جمعیت زیاد مارهای سمیش که مار طلایی مشهورن تخمین زده میشه که حدود 2000 تا 4000 مار تو این جزیره زندگی میکنن. این مارها به خاطر سم قوی که دارن خطرناکن و به همین دلیل هیچ انسانی نمیتونه به راحتی به اون جزیره بره و به دلیل وجود مارها جزیره به عنوان یکی از خطرناکترین مکانها برای انسان شناخته شده. در واقع هیچ انسانی اجازه نداره به این جزیره بره مگر اینکه ما مجوز خاصی باشه. همچنین به دلیل خطرات موجود هیچ گونه سکونت دائمی تو این جزیره وجود نداره. این جزیره به خاطر پوشش گیاهی که داره به ما را کمک میکنه تا اونجا پنهان بشن و از پرنده ها شکار کنن. درختان و گیاهان مختلفی تو این جزیره وجود داره که به حفظ اکوسیستم این منطقه کمک میکنه. مارهای طلایی به طور عمده در شب فعالند و در طول روز بیشتر به دنبال پناهگاهن. اونا معمولا تو درخت‌ها و بوته‌ها پنهان میشن. این مارها به خاطر سم قوی که دارن شکارچیان طبیعی خیلی کمی دارن و به همین دلیل جمعیت اونها تو این جزیره به خوبی حفظ شده. دولت برزیل این جزیره رو به عنوان یک منطقه حفاظت شده اعلام کرد. ورود به این جزیره به شدت محدود شده و تنها محققان و دانشمندان با مجوز خاصی میتونن به این جزیره برن و فقط برای تحقیقات به این منطقه میرن. اگرچه جزیره به خاطر مارهای سمیش مشهوره اما خطرات دیگه‌ای هم داره. شرایط جغرافی این جزیره مثل صخره‌های تیز و آب‌های عمیق اطراف این جزیره میتونه برای افرادی که به طور غیر مجاز میخوان به این جزیره نزدیک بشن خطرناک باشه. به همین دلیل دولت برزیل به شدت روی حفاظت از این جزیره و جلوگیری از ورود غیر مجاز نظارت میکنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.